مردم جنگی از ما 4000 نفر بود یا 12000 نفر. ببینه در دیگر جنگا هیچ وقت مقایسه نمیشد لشکری که کفار با امرای مسلمان ها خیلی کم می بودن، لیکن اینجا یا زیاد بودن. و ضاقت علیکم الارض، تنگ شده بود بالای شما زمین، جای پیدا نمیتونستی برای پنهان شدن. عجیب نبود؟ بما رحبت، به امرای وسعت خود، زمین با می وسعت شما جای بری خود پیدا نمی کردی. چرا؟ تیرای دشمن سخت شما را محاصره کرده بود. ثم ولیتم مدبرین، بعد از او پشت دور داده، فرار کننده، از دشمن فرار کرده، پشت دور داده. چطور حالت بود؟ ثم انزل الله سکینته، بعد از او فرو آورد الله متعال سکینته، تسلی و آرامش، علی رسولی، بالای پیغمبری خود. پیغمبر استوار مستحکم بود، هیچ نوع استراب، قلق، پریشانی برای پیغمبر رخ نداد، فقط استوار مثل شیر وارد میدان استاد بود. رسول الله صلی الله علیه و هر قدر قوت به اعتبار قوت ایمان می باشه. و علی المؤمنین، الله آرامش آورد بالای مؤمنا. و انزل جنودا، فرو فرستاد لشکری را، لم تروها، که شما به صورت عام نمیدیده. به صورت عام به خاطر میگم که به طریق جزئی بعضی صحابه ملائکه دیدن. و عذب الذین کفروا، عذاب داد الله. کی را عذاب داد؟ او کسانی را کفروا که انکار کرده بودن از نظام الله. به علت عذاب الله اشاره کرد. الله دشمنی ذاتی با کسی نداره. و مردم که مغلوب ساخت، ذلت سرش آورد به خاطر که عمل کفر داشت و انکار از نظام الله میکرد. و ذالک جزاء الکافرین، قانون عام الله متعال است. قانون عام الله متعال است. اینمی ذلت، اینمی عذاب دادن جزای کفار است. به دست مسلمانان و مؤمنای کفار الله عذاب میده، مقهور میگردانه، مغلوب میگردانه، قتل میشه، اسیر میشه. این قانون الله است. و ذالک جزاء الکافرین، قانون عمومی الله است. امروز هم در مقابل ما کفار قرار داره، ما چرا کامیاب نمیشیم؟ او ایمان که الله از ما مطالبه داره در ما موجود نیست. او مواصفات و مشخصاتی که الله برای مجاهدین بیان میکنه در ما موجود نیست. وگرنه الله متعال وعدهش است که کفار به دست ما چی میده؟ عذاب میده. خب لیکن ما مؤمن واقعی نیستیم، تذکیره بیراسی جور شدیم. هر رقم که رواج است همون رقم میشه. ثم یتوب الله من بعد ذلك، بعد از رجوع رحمت کرد الله متعال، پس از این علی من یشاء، بالای کسی که الله خواست. کدام مردم؟ در بین امی مردمایی که جنگ میکردن مسلمان شدن. امی مالک ابن عوف هم که سرکرده امی لشکر بود، آینده الله چی کرده؟ یا مشرف به اسلام کرده، یک مجاهد بزرگ جور شد. والله غفور رحیم، الله مهربان ذات است. کسی که بعد از اینکه نعوذ بالله مبتلا به هر نوع جنایات شده لیکن رجوع به سوی الله میکنه، الله مغفرت میکنه، هر نوع عمل ناپسند از الله نادیده میگیره، میپذیره اسلامشه. رحیم رحم کننده است الله، آینده اعمالش هم مورد قبول خود قرار میده. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. سه دستور شد. اول جنگ با امرای کفار بود، با امرای کفار اول اعلان براءت و بیزاری بود. دوم جنگ بود، امر کرد که قطعی از جنگ بکنه. سوم مسلمانان را میگه این نجس ها را در سرزمین مقدستان موقع نده، موقع نده که اینجا گشت و گذار داشته باشه. ما چی کردیم؟ میایم سری خود پاچا میگرداریم. عجیب است، قرآن برای ما چی دستور میده و ما چی میکنیم؟ یا ایها الذین آمنو، کسانی که دعوی ایمان داره، تقاضای ایمان است، ایمان از شما طلب میکنه. انما المشرکون نجسون، در مشرک پاکی و طهارت پیدا نمیشه قطعا. انما کلمه حصر است، ما المشرکون الا نجسون، نیست مشرک مگر نجس است. عقیده پلید داره. اینجا نجاست ظاهری نیست. کفار اینقدر شامپو و صابون استعمال میکنه که پرسان نکن. اینجا مراد از نجاست معنوی است. از نجاست معنوی باید انسان دوری بکنه، به خاطر که آدم آلوده میشه. امروز از مسلمان مردم نفرت داره، از کفار نفرت نداره. اولاد خود از مملکت اسلامی میگیره، کدام طرف روان است؟ کلانای مخام اجرت میکنه از افغانستان، کلانا را خمیش میشناسه و هم اجرت میکنه، میگه ترک میکنه بی وطن. در ایتالیا اجرت میکنه، در نروژ اجرت میکنه. عجیب است، از کی گله کنیم؟ عوام بیچاره از کجا بفهمه؟ عجیب است. مشرکین نجس است، نجس.
فلا يقرب المسجد الحرام، نزدیک نشان به مسجد حرام، بعد عامهم هذا، پس از امی سال که سال نهم هجری است. دیگه اینجا پایشان نخوره، این سرزمین مقدسی نجسا بگرده. و این خفتم عیلتا، بله امروز همی حالت سر ما آمده. اگر امریکایا برای در بدر میشه، مردم از گشنگی میموره. چرا؟ تجارت ها قطع میشه، این کمپاین ها از بین میره. چرا؟ از 100% 80% مردم ما تیلر خریده، تانگای تیل جور کرده، این از کراچی مال از یاره انتقال میده، سری پول باز حجام میکنه. اینقدر چیسته مغرور نشسته میباشه، کالای سفید پوشیده میباشه که حج کرده. حج کردی؟ کمک به چی کردی؟ به کی کردی؟ چه قسم کردی؟ خب است. از همون خاطر یا میگه امریکا باید نبرایه. چرا؟ تیلرایش جای بجای استاد میشه. مردم افغانستان خود غریب مردم است. همینجا سریمی میوگکای کمی خود اکتفا میکنه، ضرورت به دیگه چیزا نیسته. یا میگه اینقدر دعا میکنه که کاش که امریکا نبرایه. از همون خاطر که مولای امام جمع شد، حاجی امام جمع شد، ملک و ریشتفید امام جمع شد، دانشمندای امام جمع شد. اهل کی بود؟ خبره. کل گیره در تجدیر جمع کرده خیمه کی؟ لویا جرگه. فیصله شان ده چی بود؟ فیصله شان که امریکا نبرایه. امریکا نبرایه. چرا نبرایه؟ علتایش فهمیده؟ چرا نبرایه؟ علتایش چطور میفهمه؟ علتایش میگه ما را دولت ها نمیمانه، دولت های همسایه نمیمانه. دولت های همسایه پدرشان مداخله کرده نمیتونه. افراد خود از دولت ها جمع کن که قطع از نوکری نکنه، دیگه نمیتونه چیزی هم خیم کشیده شود. لیکن یا میگه دیگه چی میگه؟ اقتصاد افغانستان سخت خراب است، اگر یا برای مردم میمور از گشنگی. در روزی که مقاطعه اعلان میشد، قرآن برشان گفت که با برادر و پدرم که کفر ترجیح داده شما رابطه را قطع میکنه. امی گپا سر و صدا در اون جمع در مکه مکرمه آوازه شد که ما خود تجارت داریم، رفت آمد داریم، وقتی که یارا بند کنیم راهایش نمانیم وام نمیمانه. خلاص خیر از کجا کنیم؟ مکه مکرمه خوب برای خود کشتو کار نداره. الله متعال وعده داد که مردم از این گپا نترسه. برکت عوام یک گپ میزنه، میگه برکت غیر حاصل است. چیزی که در دست آورده ای دایی سعی نکو، برکت الله مطور مندازه. یک تعداد کسایی که متزلزل بود ایمانشان بسیار ده راست بود، اما الله متعال چی کرد؟ دو قبیله یمن که بسیار مالدار بودن واره الله مشرف به اسلام کرد. غلو دانه بود که مکه مکرمه جای نمیشد. اینطور بارانا را الله پی در پی شروع کرده بود که مدینه یک دم خرما بود که پرسان نکن. هیچ سال امو قدر چی نبود، بگو اقتصاد مردم خوب نبود مثل که دی سال خوب بود. من یقین دارم اگه این دنیای کفر از این وطن امی پایای پلیت و نجس خود از اینجا ور داره، این سرزمین مقدس برای مسلمان ها بگذاره، انشاءالله به هیچ کس هم نیاز پیدا نمی کنیم. قطعا کافی است برای ما. عقیده به الله داریم. رزق کی میده؟ الله متعال میده. الله همی گپ میزنه. و این خفتم عیلتا، اگر شما میترسی از ناداری و فقیری که هیچ چیز برای ما باز باقی نمیمانه، ما مردم تجارت پیش هستیم، راه های مواصلاتی ما بند میشه، سر ما بندیز میلگانه، خلاصی طور میشه. فسوف یغنیکم الله، زود است که شما را بے پروا بسازه، شما را غنی بسازه الله من فضلی، از احسان خود، از احسان خود شما را غنی میسازه. ان شاء، اگر الله بخواه. الله هر رقم میتونه، هر وقت میتونه، خو عمل کرد شماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم است. ان الله، یقینا الله متعال علیم، مصلحت ها رازا را مکمل میدانه. در کدام کار خیر است، در کدام خیر نیست، الله میدانه. فرمان الله، حکم الله خیر است. خلاص تسلیم شو. دی تابستان گرم، روزای دراز روزه بگی، نگو که دی خیر نیست، اگر زمستان می بود نه، دمی خیر است، بالکل خیر است. چرا خیر است؟ بگوی حکم و فرمان کیست؟ الله هم است. الله جل جلاله حکم داده دی خیر است. حکیم حکمت والاست، تمام مصلحت را الله میدانه. مطابق مصلحت الله فرمان داده، خلاف مصلحت الله فرمان نمیده.
مراد از مسجد کدام است؟ بعضی علما قائل به است که تنها مسجد حرام است، اینجا باید کافر نگذاری. مشترک اهل کتاب است که یار دی پولوها نمان دیگه از بین ببر. بعضی علما میگه مشترک عام است، اهل کتاب باشه یا غیر اهل کتاب، مراد از مساجد هم عام است. در هیچ مسجد مسلمانا یا باید نزدیک نشوند، داخل نشوند. او بعضی میگه که نه، مراد از مشرکا داخل نشوه، تنها مخصوص مسجد حرام است، اما کل مشرکا اگر اهل کتاب است، اگر هر کدامش است. و مراد از داخل شدن هم حج و عمره باید نکنه، یعنی در ادای مراسم در اینجا حاضر نشوه، که همین کار عملی هم شد. پیغمبر علیه السلام در سال نهم ابوبکر رضی الله عنه را امیر مقرر کرد حج و اعلان کننده علی رضی الله عنه بود و مشرکا قطع شد. آیا یک کافر در مسجد داخل شده میتونه؟ در این مورد علما اختلاف نظر داره. یک تعداد میگه غیر از مسجد حرام در دیگه مسجدها اگر داخل شد این گپی نیسته، اما بعضی میگه که در اونجا هم داخل نشوه. اصل گپ ایسته که اگر برای مصلحت بود داخل شده میتونه. چرا پیغمبر علیه السلام ابو سفیان مشرک بود، داخل مسجد نبوی شده بود برای گپ زدن و مکالمه با امر پیغمبر علیه السلام. یا چیسته او چی ابن آصاله که در ستون مسجد بسته کرده بود، مشرک بود. از او خاطر اگر مصلحت باشه، اما به طریق قماندانی و به طریق ازی که او را امیر مسجد بسازی، در مسجد برای کفار جای داده نمیشه. دیگه موضوع برای ما واضح شد که همیشه مسلمان ها از این ناحیه شکایت داره که ما اگر تعلقات خود با کفار بند بسازیم ما در بدر میسیم. امروز اگر تعلقات مسلمان ها قطع بکنه با کفار در بدر میشه. تمام فابریکا، تمام صنعت دنیای کفر توسط نفت کی پیش میره؟ توسط نفت مسلمان هاست. کفار به ما ضرورت داره. دنیای اسلام که در مرکز جهان قرار داره هیچ نوع نیازی به اطراف و گوشه نداره، همه نیازهایشان بالکل پوره است. مسلمان ها ممالکش مکمل دارنده تمام چیزایی است که یکی با دیگه تبادله بکنه، لیکن افسوس است که دنیای کفر در جال خود کل حکومت ها را گرفته، کسی را به یک نوع، کسی را به نوع دیگه چی کرده؟ غلام خود ساخته. هیچ کس خود شور داده نمیتونه. وگرنه مسلمان ها هیچ نوع ضرورت به کفار نداره، یا ضرورت داره یا خیلی نیاز داره. چرا؟ به خاطری که تمام راه های از یا مکمل بند میشه. راه های استراتژیک از یا سری مسلمان هاست. خب مسلمان ها اتفاق نداره، جدا مرزای مختلف تقسیم شدی، ایران شدی، پاکستان یا افغانستان یا عربستان، قطر، بحرین، اینی طور خطا کشیده شد. حالی یکی با دیگه منسجم شده نمیتونه که یک خلافت اسلامی باشه و کلگی زیر یک فرمان کار بکنه. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. الله متعالی بیان میکنه جنگ امرای اهل کتاب. تالی را مشرکین مکه بود. آیا یهود و نصاران قابلیت یزیر داره قطع جهاد کنیم؟ چرا نه؟ علت هایی که سبب جهاد به امرای ازوا میشه الله متعال در اینجا بیان میکنه. چند وجه را قاتل الذین 13 وجه قتال داری بر ما بیان میشه. قاتل الذین جنگ کنه الذین بامرای کسانی که لا یؤمنون بالله عقیده به الله نداره ولا بالیوم الاخر بروز آخرت عقیده نداره. این مقدمه برای جنگ تبوک است. با رومیا که جنگ میشه قبل از اینکه او جنگ صورت بگیره این تمهید و مقدمه است. الله زمینه را مساعد میکنه. با بسا مردم این گپ پیدا میشه، مثل که آل یک تعداد غرب زدای ما میگه یهود و نصارا چرا کشته شوه؟ وام به کتاب آسمانی عقیده داره. همینطور میگه. الله چی میگه؟ لا یؤمنون بالله عقیده به الله نداره، به روز آخرت نداره. چرا عقیده نداره؟ به الله عقیده داره، به روز آخرت عقیده صحیحه نداره. الله را میگه الله از خود پالوش عزیر هم ابن الله است، در پالوش عیسی هم ابن الله است. الله اینطور مردم ها را قابل جنگ دانست که قطع از جنگ بکنه. مسلمانی که میگه نه اولاد پیرانی پیر صاحبام داده میتونه. قصه سنگتراش در بین مردم آنقدر شهرت داره. یک نفر برای ما بیان میکنه، بعد از او برش میگم که مرده که در اینجا تکذیب الله میشه نعوذ بالله. الله یک دفعه بگه که برای از این نوشته نشده اولاد باز اولاد بده، این خودی الله نعوذ بالله دروغ شد. باز پیغمبری خود دروغ گفته باشه، باز مرتبه یک کسی که تو را ولی میگی از مرتبه پیغمبر کده بالا شد، کلش کفر است. یک دم در جوش آمد همین ترخیص گفت شما و آبیا وی ایده چرا؟ این قصه را کی جور کرده و کی گفته؟ جناب مثنوی، صاحب مثنوی گفته. مثنوی قرآن دوم
باز هم مردم سری مثنوی افتاده است. اگر برایش کلمات شرک و قصای شرک هم میکنه باز هم او را قرآن ثانی میگه و مردم بترسه که کافر نشوه، بترسه که کافر نشوه. در اونجا دعوت به سوی شرک است، در اونجا از جهاد قطعا سخنی نیست. دنیای غرب سال به نام مولانا یاد میکنه. مولانا در کدام جای کافر گفته؟ مولانا همیشه کافر عبارت از نفس گرفته، نفس، دشمن هم نفس، خطی نفس بزن. امروز صوفیای امروزی ما هم کلی چی میگه؟ مبارزه با نفس، مبارزه بگه با نفس، با نفس دیگه چیزا رو نداره. همیگه پاره میگه نکنی طور کار نکنی. اهل کتابی که عقیده به الله به روز آخرت داره خو مثل عقیده مسلمانان است. شرک به امرای الله قائل است و در روز آخرت عقیده داره که ما یک چند روز عذاب میبینیم دیگه نمیبینیم. و اصل تیکدار جنت کیست؟ یهود میگفت ما هستیم، نصارا میگفت ما. امروز یک تعداد مردم امام همینطور میگه. چی بری مریدی خود میگه؟ در دلی خود تو را نمیگیرم. در ترجمه مولی متوکل رفتی؟ در دلیت نمیگیرم تو را در آخرت. اوه این بدبخت از امیانی برای خود دل جور کرده، اونجا تهار بلدنگا را آماده کرده. عجیب است. افسوس است ملتی که محبت با دین داره لیکن اینقدر در تاریکی زندگی کرده که تفکیک نتانست رای حق از رای باطل. لیکن بفهمی عالی یک علت. دوم ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حرام نمیپنداره، حرام عقیده نداره به آن چیزی که حرم الله، حرام ساخته الله، و رسوله، رسول الله حرام ساخته، به او عقیده حرمت نداره. کدام چیزی که الله و رسول الله حرام کرده به او عقیده حرمت نداره، حرام نمیگه که حرام است. پس چطور جنگ قطعش نشوه؟ کسی که حرام تو را حرام نمیدانه خیر انکار از آیت از حکم الله است، انکار از تشریع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این اگرچه در مورد یهود و نصارا است، اما امروز به نام مسلمان اگر همینطور باشه که حرام الله را حرام نمیدانه. الله طلا پوشیده را به مرد حرام کرده لیکن مردای ما امروز میگه نه شراب حرام کرده. مردم میگه بهترین غذا شراب باشه، میمانی باید به شراب آراسته باشه. الله بی حجابی را حرام کرده، زن میگه نه حجاب نعوذ بالله خشونت است. چه قسم دعوای اسلام داره؟ دعوای اسلام شده نمیتونه. چیزی را که الله و رسول الله حرام کرده، شرک الله حرام کرده، تو توحید گفته کرده رایستی. چرا؟ ولا یدینون دین الحق، امی قسم که حرام کرده حلالم. الله حلال کرده نکاح دخترها را، پیر صاحب کمری دختر بسته میکنه، سالا نکاح کرده نمیتونه. خلاص رسول الله اشاره به انگشت قاعده کرده، سنت است. ملا صاحب آمده پشتی سر میه، ملا صاحب آمده میگه این حرام است. ولا یدینون دین الحق، ولا یدینون دین الحق، و عقیده نداره به دین حق اسلام است، تابعداری نمیکنن. یدینون تابع نیستن دین الحق به دین اسلام. من الذین اوتوا الکتاب، از جمله کسانی که برشان کتاب هم داده شده، نشانه های اسلام در کتاب هایشان هم ذکر است. مردم جاهل نیست، بیخبر نیست، مکمل معلومات کافی برشان حاصل است. حتی یعطوا الجزیه، تا چی وقت قطعش جهاد کنه؟ تا وقتی که بده جزیه را عن ید به دست خود، و هم صاغرون در حالی که ذلیل باشه، مقامی بالا نداشته باشه، خود جزیه را بپردازه. جزیه عبارت از تکس است که ما شما در اصطلاح خود میگیم. اینمی اهل کتاب باید تکس بده. اهل کتاب عرب مشرکش فقط یا اسلام قبول کنه و یا قتل کرده شود، دیگر را نداره. اما اهل کتاب و باید جزیه بده، یا ایسته که وطن ترک کنه یا قتل میشه، اجرای دیگری نداره. امی کارم شد و آماده به جزیه شدن بنو نذیر و بنو چیسته قریظه. بنو نذیر خود جلاوطن شده بود، بنو قریظه در جنگ احزاب کمک به امرای کفار کرد. از او خاطر این مردم ها حراس داشتن. وقتی که فهمیدن که مسلمان ها از اول خویا یک کمی صلح به امرای پیغمبر علیه السلام داشتن، امید و طمع از این داشت که پیغمبر علیه السلام با کفار درگیر است، مسلمان ها با این تعدادی کمی خود نمیتونه مقابله از واره بکنه. روز به روز یا همینطور از بین رفته، آخر میدان صاف میشه. لیکن وقتی که دیدن که مسلمان ها رو به پیشرفت هستند، اینمینجا لرزه در جانشان افتاد. از امو خاطر موقع را غنیمت دانستن. هنگامی که کفار حمله میکرد، این خبیثا از
پنهان و از راه های پنهان کمک به امرای کفار میکرد که تا مسلمان ها اینجا کامیاب نشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکاید و از چالش های از یا خب خبیر و خبردار بود. زمانی که یک کمی بیغمی از او طرف آمد مکه فتح شد. آلی دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت که منافقین درون آستینه دیگه اینطور باقی نمانه. از او خاطر شروع کرد در مقابل ازیا. الله متعال به خاطر ازی که شبه پیدا نشوه اینی علتهای جنگ بیان میکنه که باری ازوا جنگ شوه. آلی جزیه به طور خیرات نیست، این تکس است، جزیه بده. پیغمبر علیه السلام که کدام خط نوشته کرده که اینی کاره باید بکنه، به عمر رضی الله عنه خط نوشته شده یک چیز اضافه کرده و اینطور مراسم دینی خود در یک مملکت اسلامی جهرن انجام داده نمیتونه. در چوکا کشیده چی بیرون شده نمیتونه. مسلمانات در کنیسه هایش همینطور عام رفته و آمد کرده میتونه و یا چیزای خود به مسلمان دعوت داده نمیتونه. اگر از اولادشان کسی مسلمان میشه او را مانع شده نمیتونه. بسیار شرطا و قیدا را مسلمان ها سر ازیاب گذاشته. برای ازیاب میگه موقع عزتمندی داده نشوه. امروز موقع عزتمندی در پارلمان وکیل میشه، وزیر میشه. همون کسی که این دوست در اینجا زندگی میکنه همون هم موقع برش میده. اسلام ایره نمیپذیره. چرا او وقتی دین قبول نکرده جزیه را قبول کرده همونطور بعد ذلیل باشه. وقالت اليهود عزير ابن الله، گفتن یهود که عزیر بچه الله است نعوذ بالله. وقالت النصارى، نصارا گفتن المسیح ابن الله، مسیح بچه الله است. یه علت دیگه برای جنگ است. الله متعال میگه یا قابل جنگ هستن. چرا؟ به خاطر که یکی عقیده داره که عزیر بچه الله است، دیگه عقیده داره که عیسی علیه السلام بچه الله است. چرا عزیر بچه الله میگفتن؟ توسط بخت نصر وقتی که یهود پراگنده شد، تیت و تالاش شد، از دین خود مکمل دیگه معلوماتی نداشتن، پراگنده شد. اولین شخصی که تورات جمع کرد و کل تورات حفظ داشت عزیر بود. از همون خاطر یهود گفتن که عزیر مظهر علم الله است. مظهر علم الله متعال، چیز علمی که الله داره در پیش عزیر موجود است. در یکی از صفات الله عزیر علیه السلام شریک کردن. از او خاطری را ابن الله میگه، تشریح نمیکنم. نصارا زمانی که عیسی علیه السلام دید که مرده را پس زنده میکنه یا مریض پس جور میشه، میگفتی مظهر قدرت الله است. مظهر کی است؟ هو به هو اینمی عقیده عمد اهل تسنن و عمد اهل تشیع موجود است. اهل تسنن پیران پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی نه چی میگن؟ مظهر قدرت الله و علم الله. میگه هر چیز علم داره و هم قدرت داره. یک مادر برش آمد که بچهش روحش قبض کرده بود، اسرائیل علیه السلام یا اسرائیل میگه، حالا که نام نامده در قرآن حدیث ملک الموت آمده. میگه خیلی دلش سوخت، رفت صندوقی امو روحا را زد قطی دست خود معده کرد. شیخ عبدالقادر جیلانی روحا پس آمد در بدن. عجیب است. اینه ببینه. آیا این عقیده چیست؟ این عقیده کفر است. چی است؟ کفر است. قدرت کی را بگوی شیخ عبدالقادر جیلانی فوق از قدرت الله دانستن که الله فرمان میده ملک الموت که بگی و این میگه که نه پس دور میدم. اهل تشیع علی رضی الله عنه را چی میگن؟ نادی علیا مظهر العجایب ینجیک من کل کرب و نائب. از هر غم و حادثه تو را خلاص کده میتونه. آواز بدی به علی رضی الله عنه. خب افسوس است که هر قدر علی رضی الله عنه را آواز دادن یا باز همو تو را هلاک شدن، هیچ برش فایده نکرد. 1400 سال میشه آواز میده، هیچ برشان فایده نکرده. ما چون که کی فایده برش میکنه. خب عقیده دارن که مهدی میگه میبرایه از او تا کوی سامرا، از تونل سامرا میبره، این کارا را میکنه. خبر نه که چی گپاسته. تعجب است که اگر یهود و نصارا عقیده را داره، الله میگه قطعش جهاد رواست و یارا مشرک و کافر میگه. اگر مسلمانی عقیده را داشته باشه چطور است؟ اینه چطور کنیم؟ امروز ابن الله به ابن الله قائل شدن کسی هست یا نه؟ اینجا ابن الله ابن حقیقی نیست که نعوذ بالله بگویه که عزیر علیه السلام بچه الله زن گرفته و عزیر علیه السلام از پیشش تولد شده. الله زن گرفته، عیسی علیه السلام از پیش تولد شده. این عقیده رو نداره.
ابن دو معنا داره، یکی ابن که اولادی کسی است، یکی مردم میگه این مثل بچه‌م واره است. این بچه نیست، مثل بچه‌م. مثل بچه‌م چی معنا؟ رنگ و روخش مثل مواره، تصرفش در ملک و مال آزاد است، آزاد. مثل که یک بچه چی میکنه؟ تصرف میکنه. اینی را بچه حکمی میگه.